دیگه مرد. این حرفیه که هر از گاهی خیلیا میان میگن. یه بار برای همیشه بهتون میگم که چرا این اتفاق نمیفته. زبانی که تقریباً 30 سال ساخته شده چرا هنوز استفاده میشه؟ چرا 75% وبسایت‌های کل دنیا دارن ازش استفاده میکنن؟ باید بگم که PHP قلب تپنده حدود 75% وبسایت‌های کل دنیاست. وردپرس معروف ترین وبسایت ساز یا سایت ساز دنیاست که با PHP کار میکنه. کاربراش هر روز دارن بیشتر میشن، مخصوصا تولید کننده محتوا و اینا. 3 تا سیستم مدیریت محتوا هست که با PHP کار میکنن: وردپرس، جوملا و دروپال که اسمشون رو شنیدیم و میدونیم که چقدر معروفن. چون PHP ساده است و سریع و کاربرد زیادی داره. شما بدونید که برنامه نویسی بلد باشید میتونید اونو نصب بکنید و ازش استفاده بکنید. کانفیگ زیاد پیچیده‌ای هم نداره. از طرفی چون ابزارهای آماده زیادی مثل زمپ داره، سریع میتونید کارتون رو شروع کنید. PHP برای همه جور پروژه، از پروژه‌های کوچیک تا پروژه‌های خیلی بزرگ قابل استفاده است و کارش هم خوب بلده. امروز خیلی از سرویس‌های معروف از فیسبوک و ویکی‌پدیا گرفته تا کلی فروشگاه آنلاین دارن از PHP استفاده میکنن. به خاطر همین PHP هنوز نمرده. برنامه نویسا هم با PHP خیلی راحتن، چون تقریباً 2 میلیون توسعه دهنده و برنامه نویس PHP تو کل دنیا دارن ازش استفاده میکنن. کلی منابع آموزشی برای PHP وجود داره که میتونن برنامه نویسا از این طریق PHP رو یاد بگیرن، یا اگه سوالی داشتن و مشکلی داشتن توی انجمنایی مثل استک اوورفلو یا PHP فاندیشن جواب خودشون رو پیدا بکنن. هوش مصنوعی هم که دیگه نگم براتون، کامل بلد. یکی از دلایلی که نشون میده این زبان هنوز زنده است آپدیت هایی که میده و هر بار داره امکانات خوبی اضافه میکنه تا با شرایط جدید و نیازهای جدید خودش رو بروز کنه. همچنین فریم ورک های مثل لاراول یا رقیب جدی برای تکنولوژی های طراحی ان و درصد زیادی از برنامه‌نویسا دارن ازش استفاده میکنن. همینا رو گفتم، ولی این به این معنی نیست که ما PHP رو برای همه جا استفاده بکنیم و بگیم که این برای همه زمینه‌ها عالیه و دیگه آچار فرانسه است. نه. PHP برای متخصصای وب عالیه، برای سرورها، اپلیکیشن‌های تحت وب، سایت‌ها. اما مثلا اینکه بیایم توی هوش مصنوعی و بلاکچین ازش استفاده بکنیم اصلا انتخاب درستی نیست. PHP زبانیه که تکلیفش با خودش مشخصه، معلومه برای چی ساخته شده. کلا یه مسئله رو همیشه یادتون باشه که چرا PHP نابود نمیشه. هر چیزی که قدیمی باشه، قدیمی بود، لزوما نابود نمیشه تا وقتی که بتونه نیازهای روز رو پاسخ بده قابل استفاده است. یه مسئله دیگه هم که وجود داره اینه که کلی وبسایت وجود دارن که با PHP ساخته شدن و در بیشتر مواردی که شما میخواین استخدام بشید باید روی همین برنامه‌ها از قبل کار بکنید. کم پیش میاد که یه پروژه رو از صفر براتون استارت بزنن و بگن بیا از تکنولوژی جدید استفاده بکن. نه، تا وقتی که برنامه نیازهای اون کسب و کار رو پاسخ بده، برای اون شرکت یا اون بیزینس به صرفه نیست که بخوان بذارنش کنار، چون تکنولوژی جدید شده از فریم ورک یا زبان دیگه‌ای استفاده بکنن. حالا نظر شما چیه؟ خوشحال میشم نظر شما رو بدونم.